بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت های برنامه راهنمود سنت. در دو قسمت گذشته پیرامون شرایط و ضوابط تکفیر به خدمتتان مسائل را مطرح کردم و گفتیم مادامی که یک عمل کفرش ثابت بشه، خواسته باشیم کفر معینی را، کفر فرد معینی را ثابت بکنیم و بگیم این نفر کافر شده، لابد باید شرایط داشته باشه، اینکه عاقل و بالغ باشه و همچنین اینکه از روی اختیار این حرف را زده باشه یا این عمل را انجام داده باشه و از روی قصد باشه، از روی سهو و خطا نباشه و همچنین این فردی که انجام میده، این عمل را انجام میده، علم داشته باشه و بر او اتمام حجت شده باشه و همچنین فرد متأول نباشه و خطا از روی خطا فهم خطایی نداشته باشه، فهم خاطی نداشته باشه، بلکه فهمش صحیح باشه. و اینها حقیقتا برخی از شرایطی بود که به خدمت عزیزان و سروران گرامی عرض شد. حالا میرسیم به یک نکته دیگر، وان این که فرد این شرایط در او جمع میشه، یعنی عاقل و بالغه، فهمیده هست، اتمام حجت بر او شده، میفهمه و از روی اکراه و جبر هم نیست، متأول هم نیست، مجتهد نیست، در او حد نیست، اما این عمل را کفری را انجام داده، عمل کفری انجام داده، سخن کفری به زبان آورده. چی کسی میتواند بر این نفر کلمه کفر را اطلاق بکنه و بگه این کافره؟ یا چی کسی میتواند حکم ارتداد را بر این نفر جاری بکنه؟ اول از این که کافر خواندن همچون فردی که در او شرایط هم جمع شده و ضوابط تکفیر در این نفر وجود داره، کاری است که به اهلش سپرده میشه. یعنی عموم مردم نمیتوانند چون این کاری انجام بدن. عموم مردم نمیتوانند که میان ضوابط تکفیر، انتفاع موانع، جمع شروط یا توفر شروط، این مسائل را چی میفهمند؟ نمیتوانند عموم مردم یا عوام مردم دست بردارن و مردم را تکفیر بکنن، بلکه این کار کسی است که اهلیت آن را داشته باشه، انواع کفر را بفهمه، کفر اکبر، کفر اصغر، از نصوص شرعی، از آیات قرآن کریم، از احادیث پیامبر علیه السلام آشنایی داشته باشه، بفهمه که این کفر حالا عملی است، این کفر اعتقادی است، این کفر حالا کفر اصغر است، کفر اکبر است، بفهمه که کدام یکی از این کلمات کفر انسان را از دایره اسلام خارج میکنه، یا این عمل کفر گفته شده، واقعا این کفر اصطلاحی است یا کفر لغوی است. این مسائل را باید بفهمه. کار هر کس نیست که بیایه تاپه را به دست گرفته این را تکفیر بکنه، این را تکفیر بکن، این را تکفیر بکن، بلکه کار علماست. چون میدانید این مسائل است توقیفی، مسائل است که مجال برای هر کس نداره که در این باره داخل بشه. مسئله تکفیر یا کفر مسئله توقیفی هست که این عمل کفره چون خدا گفته، چون پیامبر گفته. ما نمیتوانیم از پیش خود برای خود بیاین مسائل بسازیم و برای خودمان از پیش خود هر عملی که خوشمان نیامد، کسی اگر گفت ماست سیاه، ماست سفید است و ما عقیده ما بر این بود که ماست نه سیاه است، بیاین بگین چرا تو گفتی سفیده، چرا تو گفتی سیاه، بنان کافر شدی. باید بفهمه اطلاقاتی که در نصوص شرعی آمده آنها را بفهمه. این که فردی حالا ثابت شد یک عالمی که واقعا عالم باشه، نظر به نصوص شرعی ثابت کرد که این نفر کافر شده، ضوابط تکفیر هم در این نفر هست، شرایط تکفیر در این نفر موجوده، موانع منتفی شده، چی کسی میتواند که بر این حکم را جاری بکنه یا حکم ارتداد را جاری بکنه؟ مردم؟ نه، باید این کار را ولی امر مسلمان ها انجام بده یا کسی که نائب ولی امر هست، یعنی جانشین اوست در مناطق مختلف.
در هر جایی که حالا هست، یا به شکل بگین یکی از افرادش هست و اختیار را ولی امر مسلمان ها به او داده که اوامر من را جاری بکن در این منطقه. کار هر کس نیست، هر کس نمیتواند این حکم را جاری بکنه. حالا خب خیلی راحت شده، هر فردی که خلاص به نظرش آمد که فلانی کافر شده، یالا الله اکبر، خلاص میگیره میکشه، از بین میبره، بدون این که اصلا متوجه بشه که خون یک انسان جاری میشه، خون یک فرد جاری میشه. در نزد الله ارزش داره این خون. معلوم نیست که اصلا تو در چی حدی هستی که آیا این واقعا کافر شده یا نشده. بعد از آن این وظیفه من و تو نیست، وظیفه یک حکومت اگر چنین باشه که راه باز بشه برای همه مردم، هر کس خب مخالفش را میکشه، میگه والله این کافر شده بوده، من این را کشتم، مرتد. این به هر حال دوستان عزیز و بزرگوار، دقت بکنید به این مسائل، دقت بکنید روی این موضوعات. اینها مسائل شرعی و اسلامی است. اسلام را با آنگونه‌ای که هست عمل بکنید، نه با آنگونه‌ای که من بخواهم، تو بخوای، اون بخوای، این بخواه. آنگونه‌ای که الله فرستاده و آنگونه‌ای که پیامبر علیه السلام برای ما تبلیغ کردن. حالا بیاین در این موضوع که چی اسباب جمع میشه، چی اسباب به وجود میآید تا اینکه هر کس برای خود به هر حال دکانی باز میکنه، دکان تکفیر، این را تکفیر بکنه، اون را تکفیر بکنه. چی اسبابی باعث بر این میشه؟ چی وسایل به وجود میآید که تا یک فرد دیگر را تکفیر بکنه و بگه این کافره؟ اولا مسئله جهل به دین هست. مسئله جهل به دین، فرد خودش نمازش را درست نمیدانه، از آیات قرآن آگاه نیست، از احادیث پیامبر آگاه نیست، اسلام را درست نمیفهمه. حتی اگر کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله را، شهادتین را از آن بپرسی نمیفهمه، معنایش را نمیفهمه، مفاهیم شهادتین را نمیفهمه. خب این نفر تکفیر میکنه، معلومه که تکفیر میکنه. هر چیزی که به نظرش خوب نیامد میگه این کافر شد، میگه این کفر، هر کس هم انجام داد کافره. حالا کی میتونه جلوش را بگیره؟ جهل به دین، ناآشنایی به دین، نافهمی دین خودش یک مصیبته که این مصیبت ها را به بار میاره. ما اگر میخواهیم که فتنه تکفیر را در جوامع اسلامی نابود بکنیم، باید زمینه سازی بکنیم برای فهم درست آیات قرآن کریم و احادیث نبوی. و این به این معنای نیست که سکولارهای بدبخت میگویند که هر کس میتواند از خود بینشی نسبت به آیات قرآن داشته باشد بدون اینکه علم داشته باشد، بدون اینکه فهمی داشته باشد، یا بیاین به نام نگرش نو در احادیث پیامبر، نگرش نو در آیات قرآن و دین جدیدی برای خودشان بسازند. این گونه نه، بلکه علمای واقعا اسلامی، علما و دانشمندان اسلامی که از آیات و احادیث پیامبر و از فهم صحابه پیامبر آگاهند، اینها باید مردم را بفهمانند. حالا شما دقت کنید، مثلا ما برخی از این شرایط و ضوابط را گفتیم. اگر فردی این شرایط و ضوابط را بفهمه، آیا زود مردم را تکفیر میکنه؟ مطمئن باشید که نه. این فهم دین است. بنده از پیش خود نگفتم، از هوای نفسم نگفتم. به هر کدام از حرفی که گفتم آیه یا حدیثی یا قولی از ائمه بزرگوار به خدمتتان ارائه کردم. و مسئله دوم، مسئله پیروی از هوا و خواهشات نفسانیه. این هم خیلی متاسفانه شیوع کرده. هر کس که مطابق با میل ما حرف نزد، آن را تکفیر میکنیم، بدون اینکه بفهمیم واقعا الله و پیامبر این عمل و این گفته این نفر را کفر گفتن یا نه، و آیا شرایط و ضوابط کفر در این نفر وجود داره، تکفیر شدن این فرد وجود داره یا نه که ما آن را کافر بخوانیم. اما نفس ما به هر حال تقاضا میکنه، خواهشات نفسانی ما، هوای ما این را تقاضا میکنه که نفر را بزنین، تکفیر بکنین، بگین کافره. به خاطر مسائل شخصی احیانا تکفیر میشه. بعضی ها مسائل شخصی، دو نفرن در یک جا، مثلا یکی نمیخواد که چوکی خودش را از دست بده، جایگاه خودش را از دست بده، مقام و مرتبه اجتماعی که در میان مردم داره از دست بده. به محض اینکه مخالفش حرفی آمد، طرف را تکفیر میکنه، میگه کافره.
چرا کافره؟ چون موافق با من حرف نزده. تو چی کاره هستی که موافق با تو حرف بزنه یا نزنه؟ تو مگر اللهی، پیامبری، کی هستی؟ تو صاحب تشریع هستی که هر کس موافق با تو نبود باید تکفیر بکنی مردم را؟ پس بناهن مسئله هوا و خواهشات نفسانی، فرد اصلا نمیفهمه که کفر چی هست، ضوابط تکفیر را نمیفهمه، چون خواهشات نفسانی. حالا برخی ها خواه هستن متاسفانه امروز که میبینین که خیلی ها خوشحالن که مشهور بشن، شهرت را دوست دارن، به خاطر شهرت تکفیر میکنن تا مشهور بشن، به خاطر شهرت مردم را تفسیق میکنن، فاسق میخوانن تا مشهور بشن، به خاطر شهرت مردم را مبتدع میگن تا اینکه مشهور بشن. و متاسفانه ما میبینیم برخی از این کسان را که مریضی دارن، نفاق، مریضی که واقعا در قلب یک مسلمان نباید باشه، مریضی کینه، عداوت، دشمنی، مریضی از همه مهمتر این که خود بزرگبینی، تکبر، غرور، نمیخواد کسی در برابرش باشه، بنابراین مردم را تکفیر میکنه، این را تکفیر میکنه، اون را تکفیر میکنه تا جایگاه خودش را از دست نده. حتی اگر کسی به او احترام نکنه میگن کافره. چرا؟ چون میگه من مسلمانم، من را احترام نکرد پس لابد باید کافر باشه. نعوذ بالله. تأویل فاسد از دین، سومین سبب از اسباب تأویل فاسد از دینه. یعنی اینکه خودش به پیش خود یک آیه را بدون اینکه فهمی داشته باشه از آیه، بدون اینکه کسی این فهم را قبل از او داشته باشه، نه رسول الله این فهم را کردن، نه صحابه این فهم را کردن، نه ائمه بزرگوار این فهم را کردن، حالا این آمده میگه والله از این آیه برمیاد که فلانی باید کافر باشه یا فلان عمل باید کفر باشه، در حالی که هیچ صراحتی وجود نداره، هیچ صراحتی بر کفر بودن این موضوع اصلا وجود نداره، بر هیچ صراحتی بر کفر بودن این گفته وجود نداره که حالا بیا این کفر را ثابت بکنه، چی برسه به این که کسی اون را انجام بده بیای بدون اینکه ضوابط و شرایط بر او جمع بشه یا انتفاع موانع بشه بیا نفر را تکفیر بکنه. پس لذا مسئله تأویل فاسد به دین از روی نافهمی و از روی جهل برمیخیزه، و مسئله چهارم تلبیس شیطان هست، یا چهارمین سبب که برخی از اسباب را به خدمتتان عرض کردم. شاید اسباب زیاده باشه، چون هر منطقه و هر جا از خود میتونه اسباب مختلفی داشته باشه، هر جا و هر منطقه. شاید حتی مسئله سیاسی باشه، مسئله سیاسی باشه. ما میبینیم در برخی از جوامع به خاطر سیاستاً تکفیر میکنن، نه شرعاً، سیاستاً تکفیر میکنن. تلبیس شیطان. جالبه که امام ابن جوزی رحمه الله در کتاب تلبیس ابلیس، کتاب بسیار مفیدیه، کتاب خوبی انشاءالله، و مسائل جالبی مطرح میکنه. حالا وقتی ما یک کتاب رو تعریف میکنیم به این معنی نیست که خط به خطش رو باید حتما تایید بکنیم. حالا این کتاب خوبی انشاءالله. در این کتاب در بحث تلبیس شیطان بر خوارج، امام ابن جوزی رحمه الله میاد همین موضوع را هم مطرح میکنه. حلال الدم دانستن خون مسلمان ها. میگه مباح الدم میدانه، میگه اشکال نداره بریز خون این را، کافر شده. و تلبیس شیطان خیلی مهمه عزیزان. شیطان برو تلبیس میکنه مسئله را، برو میپوشانه و این هم خیلی راحت میاد تکفیر میکنه. هیچ اباهی هم نداره از این که کل مردم را تکفیر بکنه. هر چهار این موضوع را وقتی ما ببینیم، جهل به دین، پیروی از هوا و خواهشات نفسانی، تأویل فاسد از دین و همچنین تلبیس شیطان، این چهار سبب از اسبابی است که فکر میکنم در اکثر جوامع خیلی مهمه و وجود داره و زیاده شیوع پیدا کرده. شاید گفتیم اسباب دیگری وجود داشته باشه. در مناظره عبدالله ابن عباس همراه خوارج این چهار تا وجود داره. عبدالله ابن عباس از طرف علی رضی الله عنه میگه که من میرم با این خوارج مناظره میکنم، با اینها گفتگو میکنم. خب عبدالله ابن عباس میاد، گفتگویی در میان او و خوارج اتفاق میفته که تقریبا در برخی از روایات آمده که 2000 نفر بعد از اون مناظره از خوارج به طرف
جماعت مسلمان ها و اهل سنت دوباره باز میکردن، به طرف جماعت حضرت علی و صحابه باز میکردن. این مناظر خیلی مهمه. از جمله مسائل شک و شبهاتی که در ذهن این مردم وجود داشت. گفت شما چی اعتراض داره؟ چی میگید شما؟ گفتن که علی کافر شده. گفت چی دلیل دارید به کفر علی؟ گفت الله در قرآن میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. مثلا یکی از دلایلشان این بود. چرا علی غیر از قرآن و غیر از الله کسان دو فرد را، ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص را به عنوان حکم قرار داده؟ چرا این دو نفر را حکم قرار داده در حالی که خدا میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون؟ تأویل فاسد از دین و جهل به دین و پیروی از خواهشات نفسانی و تلبیس شیطان. ابن عباس رضی الله عنه گفت که مگر شما قرآن را نخواندید که الله متعال در مسائل کوچکتری از این موضوع حتی میگه که شما حکم قرار. مثلا به عنوان مثال من میگم، به عنوان مثال زن و شوهر در میان اونها اختلاف میفته. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ برای حل اختلاف زن و شوهر میگه که شما حکمی از حکم من اهله و حکم من اهلها، یک بفرستید دو نفر حکمی که از اهل زن باشه، از خانواده زن باشه و از خانواده شوهر باشه، بفرستید. اگر اینها اراده اصلاح را دارن اینها با هم بشینن به توافق برسن. یعنی خون انسانها اهمیتش کمتر از این موضوع است. ابن عباس رضی الله عنه وقتی به اونها استدلال میکنه شبیه این استدلال ها را و میگه که در قرآن کریم وجود داره که از این مسائل کوچکتری وجود داره، از این مسائل کوچکتری وجود داره. میگن نه پس چرا علی تنازل کرد؟ علی تنازل کرد از این موضوع و در حالی که او امام مسلمان ها بود چرا تنازل کرد از این جایگاه خود و از نام امیرالمؤمنین تنازل کرد؟ ابن عباس رضی الله عنه میگه مگر شما نمیدانید در صلح حدیبیه مادامی که رسول الله علیه السلام برای علی گفتن بنویس از محمد رسول الله، خب اونجا یکی از مشرکینی که بعدا مسلمان میشه اونجا نشسته هست، میگه که ما خب اگر قبول می‌داشتیم که تو رسول الله هستی با تو نمی‌جنگیدیم. رسول الله میگن که ای علی پاک کن رسول الله را، بنویس محمد ابن عبدالله. حضرت علی میگه یا رسول الله من پاک نمی‌کنم، این کار را نمی‌کنم. میگن کجاست؟ میگه اینجاست. رسول الله علیه السلام خودشان آن رسول الله را حذف میکنن. میگه آیا این دلالت بر این میکنه که پیامبر علیه السلام از مقام و جایگاه پیامبری خود تنازل کردن؟ خب استدلال های از این قبیل میکنه حضرت عبدالله ابن عباس به اونها به همین واسطه که نزدیک به 2000 نفر از اونها دوباره میآیند به طرف مسلمان ها و از اون عقیده افراطی خود و تکفیری خود دست برمی‌دارن. پس بنابراین دوستان عزیز و بزرگوار، اینها برخی از اسبابی بود که به خدمت شما عزیزان مطرح شد و آنچه که ما در این قسمت ها به خدمتتان عرض کردیم، انسان و مسلمان باید اول بفهمه مسئله کفر را، مسئله تکفیر را و بعد از آن هشداری که رسول الله علیه السلام دادن که شما از تکفیر خودتان را به دور دارید. نه انسان نه افراط بکنه نه تفریط بکنه و همچنین ائمه بزرگواری که در این مورد حرف زدن و همچنین شرایط و ضوابطی که ما در این قسمت ها به خدمتتان عرض کردیم، اینها را انسان باید بفهمه و چی کسی اهلیت این را داره که دیگران را تکفیر بکنه و یا این که تاپه تکفیر به هر حال به دستش، خب نه به هر حال هر کسی عمل کفر انجام میده به این بگه که این کافر شده. و آیا حکم ارتداد خاص برای ائمه یا ولی امر مسلمان هاست یا نه که نه همه عموم مردم میتوانند، هر کس احاد امت میتونه که این کار را انجام بده؟ پس بنان دوستان عزیز و بزرگوار، این مسائلی بود که به خدمتتان به صورت فشرده بنده ارائه کردم. امیدوارم که ان شاء الله عزیزان و بینندگان گرامی به این موضوع بسیار مهم و اساسی دقت لازم داشته باشند و تا قسمت بعدی که ان شاء الله دوباره در خدمت شما عزیزان قرار خواهم گرفت و از موضوع جدید، همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.